ارتباط تلفنی با تعدادی از بیننده هامون برقرار شده. اول از همه سراغ سعید میریم در همدان. سعید سلام بر شما و امیدوارم وقتتون بخیر باشه. آقای سعید روی خط هستن؟ سلام آقای سیگارچی عزیز. خب بفرمایید سعید عزیز، اصلا شما وبلاگ می نویسید؟ آیا با وبلاگ آشنایی دارید یا خیر؟ بله آقای سیگارچی، من خودم 2 تا وبلاگ دارم. سعی میکنم همیشه خبرهای به روز اینها رو برای مردم بذارم. یک نکته رو قبل از این که وارد این موضوع بشم خدمت عزیز شما بگم. امروز سالگرد 17 شهریور، سالروز کشتار بیش از 30,000 نفر در میدان ژاله توسط شاه یک آمریکانو در کودتای 28 مرداد. آقای سعید، آقای سعید قرار بود در مورد وبلاگ صحبت کنیم، بعدش هم آماری بگید بالاخره مستند باشه، چون تا اونجایی که من یادم میاد یک گزارش تحقیقی جامعه عمادالدین باقی تهیه کرده بود که میگفت کل کشته‌های انقلاب به 4,000 نفر نمیرسن. این 30,000 شما از کجا آوردید؟ اجازه بدید از سعید از همدان خداحافظی کنیم، چون داره در مورد موضوع برنامه صحبت نمیکنه، آمارایی که خودش دوست داره رو میگه.